الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران و خواهران و هموطنان عزیز و کسانی که ما را می‌بینند، موضوع امروزه ما که اختیار کردیم یک موضوع اختیار کردیم که از مسائل مبرم روز باشد و اون هم فضیلت حفظ وطن در پیشگاه پروردگار هست. برادران عزیز، وقتی که صحبت از وطن می شود، بسیاری جامعه، آنانی که علم دارند، دانش دارند، معرفت دارند و از فضای جامعه بشری امروزه اطلاعات دارند، همه می دانند که صحبت درباره چی هست، صحبت در کدام مسئله مهمی روز هست. یعنی صحبت وقتی که از وطن می شود، صحبت از این میهن می شود، از این گنجینه و گوهر می شود، صحبت از عزت و از فخر، صحبت از آینده فرزندان من و شما، صحبت از آینده این ملت می شود. بنابراین وطن همچون مادر و حمایه وطن از دیدگاه دین فرض و واجب ایمانداری هر شخصی وطن دوست هست، هر شخصی با ننگ و با ناموس هست. بنابراین اگر ما سرچشمه های دینی را نظر بکنیم، بسا خاک، بسا آب و زمین، بسا طبیعت و اون قطعه زمینی که برای هر ملت داده می شود چقدر اهمیت و منزلت و عزت بزرگ دارد. شما ببینید در تاریخ های مردم عرب میخونید که در زمان جاهلیت، یعنی قبل از اسلام، مردم عرب وقتی که هر جا سفر میکردن چند مشت خاک از وطن خودشان بر می داشتن، با خودشان می بردن و این از باباهایشان ماندگی بود. می بردن وقتی که سفر اونها طولانی میشید، استشمام یعنی بوی می کشیدن اون خاک را که تیزترک به وطن برگردن و یک غریزه این را می دانستن برای خودشان. و همچنانه که وقتی که اسلام آمد، یعنی اگر ما فقط درباره زمین و خاک و همچنان که قرآن ارض میگوید یعنی زمین میگوید صحبت بکنیم، صحبت های زیادی در این باره هست از دیدگاه دین مبین اسلام. وقتی که اسلام آمد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک رقیه برای مردم میخوان. وقتی کسی بیمار میشید، یعنی جرح میبرداشت، علم میبرداشت، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آب از دهانش میگرفت در سر انگشتش و در خاک زمین میگذاشت و اون را بر اون بیماری میگذاشت، به اذن پروردگارمون میگوین شفا میافت. یعنی اون دعای مشهور از پیامبر صلی الله علیه و سلم است که بریقت بعضینا من تربت ارضینا یشفى سقیمنا باذن ربنا. یعنی با بعضی از آب دهن ما و از خاک زمینی ما به اجازت پروردگار ما الله تعالی این بیمار را شفا میدهد. بعضی ها کوشش کردند که بگن این خاصی پیامبر صلی الله علیه و سلم است، اما در نزد محققین محدثین این عام است، یعنی هر آدمی میتواند این کار را بکند. یعنی فقط من گفتنی هستم که البته موضوع درباره محبت وطن، حس وطن دوستی، زمین داشتن در جامعه بشری امروزه و خداوند یک قطعه زمین میدهد چه مقام و منزلت دارد، صحبت درباره این هست. اما شما ببینید که این خاک را چقدر قدر میکنن اونها. حتی در دیدگاه قرآنی، چی در قصه موسی، در قصه شعیب، در قصه ابراهیم علیه السلام، وقتی که از وطن بیرون میکشند میگه که یا از زمینمان، از وطنمان ای را برارید او تعد فی ملتنا، یا اینکه دینی ما را این قبول کند بیستدین. یعنی پیغمبر را وقتی از وطنش بیرون میکنن، این بیرون کردن از وطن یک نوع عقاب است، یک نوع عذاب است در دین. یعنی کجایی که قرآن این صحبت را میکند، از زمین بیرون کردن را با عنوان عذاب بیان میکند، با عنوان عقاب بیان میکند. یعنی همچنان که شما میدونید هر وطنی از وطن خودت میروی، اگر بهترین شرایط در اونجا داشته باشی،
بازم مهر وطن، بازم محبت وطن تو را میکشد، تو را غمگین میکند. چند سال بعد تو با این سرزمین بر میگردی و وقتی که در این زمین فرود میایی اشک چشمان تو میریزد، چون که فطرتاً جای مولید، جای تولد انسان برای انسان عزیز است.